دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. علیرضا هستم از کانال کرافت گیم. دوستان عزیز، امروز اومدیم با گیم پلی فناف 3 براتون انجام میدیم. همینطور که دیروز در فناف 2 بهتون قول دادم، محمد سیادی هم آوردم و خیلی خوشحال میشم قبل از اینکه بریم توی بازی این ویدیو لایک کنید و کانالمو سابسکرایب کنید. محمد سیادی هم راهنمایی میکنه. سلام دوستان عزیز، من محمد سیادی هستم از کانال ملین تلویزیون و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. علیرضا خیلی ممنونم که عزیزا حمایت میکنید و از عزیزا حمایت میکنید که در یوتیوب دیده بشه. دوستان عزیز، عزیزا آوردن به فناف 3 و چون فناف 3 یکم مکانیزمش سخته، من اومدم که عزیزا راهنمایی بکنم. عزیزا اینجا خودش حضور داره و تا شب سوم فناف 3 انجام میدیم و بعد از فناف 3 میریم سراغ فناف 4. علیرضا الان بزن روی این گزینه اولیه. خب بزن روی یس، بزن روی میدارم نیو گیم رفتن توش. خب دوستان عزیز، خیلی ممنون میشم کانال علیرضا سابسکرایب کنید. واقعا خیلی بازیش خوبه داخل فناف و ازش حمایت کنید تا دیده بشه داخل یوتیوب دیده بشه. بله عزیزا. خب دوستان عزیز، من فکر کنم مثل فناف 2 ساعتش زود میگذره. محمد، دماغ فریدی اینجا هست؟ دماغ فریدی نه، ولی علیرضا چیزی بهت بگم. تلفن ول نمیکنه بابا اون تلفن. آره علیرضا، داخل این بازی فقط یک ربات بهت حمله میکنه و بقیه ربات توام هستن. توام چیه؟ توام یعنی میدارم تا وقتی که بهت حمله میکنن دیگه. آره توام دیگه هیچ چیزی فقط سیستم نگاه کن عزیزا، این نارنجی کدومشون حمله میکنن؟ نگاه این نارنجی هست. محمد این بیا جلوم. این عروسه اون چیزه، اون خرابه. آره اون ماکس. نگاه کن عزیزا، این نارنجی رو میزنی، این سیستما وقتی خراب میشه اینجا میتونی درستش کنی. باش. الان برو برای دوربینا. خب دوربینا راهنمایی کنم. دوربین اون بنفشه. خب اینا دوربینه داخل بازی هست. این اومده یا رباته؟ نه بابا اون ماکس. ماکس یکم با چشم. محمد رباتا کجان؟ ربات داخل شب اول ویلیام افتن فقط هست. ویلیام افتن بهت حمله نمیکنه. کل شب اول کلا ویلیام افتن نمیاد. محمد مکسش کنیم؟ نه ویدیو رو فعلا مکس نمی‌کنم. چیزا بهت بگم علیرضا، نکن به اینو میزنی میای داخل دوربین هواکشا. الان مثلا من دو هواکشا حمله میکنن. ویلیام فقط میاد داخل هواکشا. مثلا ویلیام هست اینجا هست، دوبار بزن روی تا اینجا قفل بشه. الان قفل شد اینجوری؟ دیگه قفل شد. الان قفل شده. الان باز شد. خب عزیزا اینجا دیگه میگم ویدیو رو مکس بکنید تا برای شب دوم که ویلیام میاد. مثلا بشه ساعت 3. آره دوستان ساعت 3 ویدیو رو مکس میکنیم و برای شب دوم که ویلیام افتن میاد اونجا کلا خیلی هیجانی و ترسناک اونجا براتون از سرگیری میکنی. بله دوستان عزیز، لایک کنید تا زودتر تموم بشه. آره خب بازی فناف الان این بازی چندین سال پیش عرضه شده ولی خب هنوز طرفداران خودش رو داره ولی خب شنیدم که این بازی طرفداران زیادی نداره داخل استریم، چون بازی خیلی فناف 1 و 2 آسان بود ولی خیلی سخته. وقتی فناف 1 عرضه شد خیلی ترکوند و بالای 5 میلیون کاربر بازی فناف 1 رو داخل استریم نصب کردن. البته فناف 2 هم خوب بود ولی خب فناف 3 خراب کرد. بذاریم برای بازی که کردیم الان مکسش کنیم ساعت 3. الان دیگه مکسش کنیم شب دوم دیگه اصلا دوستان عزیز برای این مکسش میکنیم چون شب اول حمله نمیکنه. شب اول هیچ کس نمیاد. هیچ الکی باید یه سر وقتتون تلف میشه. نمیگیریم دیگه مکس. 2 hours later. خب دوستان عزیز اومدیم شب اول هیچ کاری نکردیم، گوشی رو گذاشتیم زمین خودش رفت. اصلا کلا الان اومدیم برای شب دوم. خب عزیز اینجا یک مینی گیم داریم. دوستان ما تا شب سوم بریم برای دوستان عزیز یا چهارم. تا شب سوم عزیز این مینی گیمه. دوستان عزیز اگه بتونیم تا شب چهارم میریم، اگه نتونیم تا شب سوم چهارم مینی گیمه. این چیه؟ این مینی گیم وای چه خوشه. مینی گیم یعنی مینی گیم داستان. تو الان فریدی هستی. الان باید تو بری سمت چپ، سمت چپ، نه سمت راست ببخشید. سمت راست داره. برو سمت راست. این یک مینی گیم داستانی است. تو الان فریدی هستی و الان این داستانش اینه که تو ویلیام من الان چیکار کنم؟ برو سمت راستت. برو از این راه رو برو. نگاه اون ربات‌ها رو می‌بینی بنفشه؟ آره. برو دنبالو. الان یک اتفاق بازیه؟ مینی گیمه، یک بازی خیلی کوتاه. این خیلی معروفه. چی شد؟ نگاه رفت اون بالا، برو اون بالا. الان نکن. اون راهنمایی میکنه؟ راهنمایی چی شد؟ اون میخواد تو رو بکشه. الان میاد و تو رو میکشه. من باید چیکار کنم؟ تو یا خدا. اون ویلیام افتن بود اون بنفشه. الان تو مردی و الان اومدی برای شب دوم. حال کردین؟ خب بریم برای شب دوم عزیزا. الان دیگه خودت بلدی. الان ویلیام افتن میاد به صورت کامل پاره میشی و آره دیگه عزیزا مواظب باش. خب 2 hours later. این خیلی سخت پنهان میشه. خیلی چیزه. ای ارور داد. زود باش ارور داد. الان میاد پارمو میکنه. درست اون پایین. وای خیلی سخته. باید در حین ساعت 2 محمد داخل فناف 2 پاپت بود. زود باش بابا زود باش. برو داخل بود. ببین از کجا. اینجا صدا بزن. اینجا رو صدا فعال کن. اینجا رو صدا فعال کن.
محمد نیست، جا اولش هم بود نباندش. این دیگه سیگماست جایی. آی من فکر کنم اینجا نگاه پاش خودم میبینمش. وایسا یه دقیقه. فکر کنم رفته داخل چیز کانال های هوا. محمد یه دفعه میبینی آمد جلومون. بودو برای خب بریم. کامرا اینجا نیست اینا محمد. هوا هست، اینا مال هواست. نیست یا خدا. برش دار برش میداشتی الان چیز شدی چون اون توهم بود اصلا هیچی چیزی بهم نکرد. نه توهم بود و چیزی نشدی. ولی الان ویلیام افتون میاد و کار اصلی و ویلیام افتون انجام میده برات. وای محمد چیکار کنم؟ هیچی الان درست میشه. ویلیام افتون باید اینجا ببینی. الان ویلیام افتون میاد. اینجا میاد و باید ببینیم دیگه. خب دارم میزنم. وایسا نگاه وایسا اینجا نیست. چشماتو یکم چیز کن ایزا. چشماتو باید چیز کنی. دارم میزنم یواش محمد تا ببینمش. اینجا باید چشماتو تیز کنی. اینجا نباشه. پشت اینجا قایم میشه. خیلی ترسناک و کریپیه. 2 hours later. بزنم. وای محمد قلبم داره میره. آرام باش علیرضا. ساعت 5 محمد میتونیم بزنش. آره علیرضا آرام باش. علیرضا ساعت 5 آرام باش. آرامش خدا حفظ کن. برنده ایم ان شاء الله. ولی خب دوستان از به نظر محمد فناف 4 هم باشه یا نه؟ فناف 4 نباشه دیگه 100% باخت. نگاه از اینجاست علیرضا. نگاه اون کلش خدا خیلی ترسناک قایم میشه. بابا این چشمشه. او چشمشه محمد. آره این چشمشه. دوستان عزیزا محمد وایسا برم دوباره او دور بینه. اینجا نیست. اینجاست همینجاست. خودم میزنم. محمد رفت. نه اومد اینجا. محمد چیزم تمام شد. نه آرام باش عزیزا. آرام باش. دارم میزنم. باشه آرام باش. وایسا این استومیا دارم میزنم. آره این ویس کودکه. آره ساعت 5 الان برنده میشه. او مای گاد خراب شد. او مای گاد کی اومد صدا رو تولید کنم. صدا رو تولید کردی. صدا رو خیلی بازسری برنده بریم برای مینی گیم بعدی. علیرضا سریم باز سری باشه. اینجا ما میدونم اینجا میاد داخل هوا رو بزن ایزا. خب محمد تو راهنمایی نکن. خودم یواش کارم انجام. خوبه افتادی رو ریل. خب محمد کن دارم بازی میکنم. وای نه چیکار کردم محمد؟ دارم چیکار نکردی؟ اونو میبینی؟ اون چیه ویلیام افتونه؟ نه ویلیام افتون نیست ایزا. این سیستم خراب شد. این ویلیام افتونه. مردی. خب دوستان عزیز خیلی ممنونم که این ویدیو تماشا کردید. خوشحال میشم که کانال علیرضا و کانال من سابسکرایب کنید. ملین تیوی و کرافت گیم. و خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال عزیزم سابسکرایب کنید. دوستان عزیز خیلی ممنون تا آخر ویدیو با ما بودید و تا ویدیو بعدی